برای گلامون آب بارون بهتره یا آب لوله کشی شهری؟ امروز میخوام با چند تا پارامتر جواب این سوال رو بدم. با لایک و سابسکرایب همراه من باش. خب یه روز قشنگ بارونی توی پاییزه، با هم چند تا آزمایش انجام بدیم. برای این کار یه نمونه از آب بارون رو برمی‌داریم و اون رو با آب لوله کشی شهری مقایسه می‌کنیم. این آب رو از نظر سختی و پی اچ که مقدار اسیدی یا بازی رو نشون میده مقایسه خواهیم کرد و میگیم که کدوم و چرا بهتره که استفاده کنیم. ما این کار رو با دستگاه سختی سنج TDS متر انجام میدیم که معیاری برای سنجش غلظت یون‌های فلزی، مواد معدنی و نمک هست. انجام میدیم که به طور کلی املاح محلول در آب رو نشون میده و همچنین مقدار پی اچ نشون دهنده اسیدی یا گلیایی بودن آبه. TDS مترمون عدد 35 ppm رو برای آب بارون نشون میده. یعنی آب بارون سختی پایینی داره و از نظر املاح محلول در آب خیلی فقیره و خالص‌تره. این برای ما که میخوایم گلامون رو آب بدیم خیلی عالیه که دلیلش رو آخر ویدیو بهتون میگم. خب بریم برای پی اچ. برای پی اچ بارون عدد 6 و 7 رو داریم. یا خدایی حالیه. با پایین بودن سختی آب مقدار مزه تلخی میگیره و همچنین اسیدی تر میشه. پس اینم برای ما عالیه. حالا بریم برای نمونه برداری و اندازه‌گیری آب لوله کشی شهری. البته من اینجا یه توضیح بدم. آب لوله کشی شرب در مناطق مختلف سختی و پی اچ خاص خودشو داره، ولی معمولا سعی میکنن تو محدوده قابل قبول و استاندارد باشه. خب نمونه رو برمیداریم، بریم برای آزمایشات. برای آب لوله کشی سختی 200 ppm رو داریم که این محدوده برای آب آشامیدنی انسان خیلی خوبه، ولی در مقایسه با آب بارون خیلی بالاست. ببینید تقریبا 35 به 200 تقریبا 6 برابر سخت تره. چند بار انجام میدیم این کار رو تا مطمئن بشیم. بله همون 200 ppm. حالا پی اچ آب لوله کشی شهری، مقدار پی اچ متر رو نگه میداریم تا عدد ثابت بشه. ببینیم چقدر میشه. بله پی اچ آب تقریبا میره بالا. بله پی اچ آب شرب 7.5. این پی اچ هم برای آب آشامیدنی و بدن انسان عالیه و مطلوبه، ولی برای گیاهان چطور؟ آیا برای اونها هم خوبه؟ جواب خیلی ساده است. نه